دوستان سلام. آقا کار این سیدعلی از نرمش قهرمانانه به تلو تلوی قهرمانانه کشیده. عظما که معلومه تو تابه بحرانا حسابی پاپ کورن شده. بعد از یه هفته لنگ کفش پرونی و هارت و پورت، دیروز اون دستگاه آبگورگیری نظام یعنی شیخ صدیقی رو برداشت و آورد تو جمعه بازار تا همچی بی سر و صدا بپیچه تو کوچه I love you. همه امید آن دارند که با سرپنجه تدبیر بشود تحریم‌های ظالمانه برداشته شود و فضای تنفس جدیدی نه برای ملت ایران، ملت اروپا، ملت امریکا، اونها بیش از ما نیاز دارند که این تحریم‌ها شکسته شود. اما گفتگو، حرکت‌های سیاسی، برخوردهای دیپلماسی، اینا تاکتیکی است که هر جمعیتی اشراف بیشتر، ادبیات بهتر و واقع بینی‌های خاص خودش رو با اتکاء به پشتوانه عظیم و اقتدار پیش برود صاحب ابتکار است. آخ که دلم برات کباب میخواد عاطفی دلسوز. یکی تو عاطفه‌ای، یکی تیمور لنگ. فقط مواظب باشید به قول انتری عاطفه دونتون پاره نشه. حتما به خاطر همین عاطفتون به عائله خداست که از سوریه تا عراق و لبنان شیمیایی میزنید و بمب چسبنده میترکونید ها. خب حالا جای این راج کاپور بازی ها اصل ناله رو بیا ببینیم چی میخوای بنالی. این تعبیر زیبای نرمش قهرمانانه که در بیانات رهبر معظم انقلاب مکرر آمده است بهترین تعبیر است که ما ملتی با فرهنگ، ملتی متکی به منطق و عقلانیت، ملتی عاطفی، ما همه خلق را عائله خدا می دانیم. ما دلسوز بشریتیم. ما جنگ را خلاف طبیعت بشر و فطرت انسانی می دانیم و ملت جنگ طلب نبودیم و نیستیم. آغازگر هیچ جنگی نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود. اوه کی آخه جغول بغول، تو که جای نرمش قهرمانانه افتادی به چرخش قهرمانانه. حاجی عبدالزک تا دیروز که حرفای دیگه ای میزدی. بذار فیلم یکی از جمعه بازارهای قبلی تو پخش کنم ببینم حرفای اون روز تو یادت میاد یا نه. آمریکا دورانش سر آمده. امام این وعده را به وضوح داده که قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است و دوره افول امریکا و عقب نشینی و از دست دادن سنگرها یکی بعد از دیگری، این سنگرها را هم عنقریباً از دست خواهد داد. تا دیروز صحبت نابودی و افول مستکبران و این حرفا رو میکردی، حالا چی شد؟ یهو فکر باز کردن نفس مردم اروپا و آمریکا و باقی اهل عائله افتادی. نمیخواد قصه نفس بقیه رو بخوری. نفس ولی فقیه رو بچسب که الان دیگه نای پک زدن به وافورم نداره. ظاهرا تو هم مثل اون به غلط کردن گویی افتادی. اگه دیگه ندارم جون بابات، منو ببخش بریدم و جا ندارم زیر عبات، منو ببخش. اگه دیگه ندارم جون بابات، منو ببخش بریدم و جا ندارم زیر عبات، منو ببخش، منو ببخش. اگه شبا ریشه امامو میشمرم، منو ببخش. اگه بهت
محل سر نمیذارم. منو ببخش اگه برات این روزا باز میرقصونم. کاشکی میشد خودمو با سیریش به تو بچسبونم. در هر حال این روزا کار من موشکاف جای موشکافی به دمشکافی کشیده شده، چون سیدعلی دمش بدجوری تو تله گیره و مونده تو این بنبست خفن بالاخره جام زهر رو بخوره نخوره، نرمش کنه چرخش کنه، خلاصه چه خاکی تو اون امامش بکنه. سیدعلی اینجوری نمیشه. من با ذره‌بین نشستم که خودت بیای وسط ببینم تصمیم آخرت چیه، جام زهر رو کوفت میکنی یا نه؟